امروز در مهمانی ما قلمکشی چیره‌دست، نویسنده با استعداد تاجیک، عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان، محمد زمان صالح می باشد. ما ایشان را از نام تماشابینان تلویزیون مسچا خیر مقدم میگوییم. نخست میخواهم تماشابینان را با کتاب‌های ایشان شناس کنم. یکم سرو کشمر، دوشنبه سال 1984. آهنگ شهر عشق، دوشنبه 1989. اردویرفنامه یا سایه های شکسته، 1993 تهران با حروفات فارسی. و نهایت رمان آخرین این کس که به 1100 سالگی جشن سامانیان بخشیده شده بود و از روزگار اسماعیل سامانی نقل میکند، دیوار خراسان 1999 شهر دوشنبه. به اندیشه شما نثر، عموما ادبیات در جامعه چی رسالت دارد؟ السلام علیکم. ادبیات به مثل یک فن انسان شناسی، گومنیتری، یعنی چی میگن، علوم انسانی، به معنویات، به روان، به روح، زندگی انسان تعلق دارد، بحث میکند. انسان را، این زندگی انسان را آنچنان که هست نمیگوید، اون چیزی که به انسان نیاز دارد و اون چیزی که انسان به اون نیاز دارد اون را میگوید. یعنی اون چیزی که نیست ولی که باید باشد، ادبیات این چیز را میگوید. به مثل فلسفه، به مثل دین، به مثل روانشناسی، صنعت و هکذا. نیازهای باطنی انسان را افاده میگوید، بازگو میکند. انسان سر کار دارد که شناختنی نیست و شناخته نشده است و هر واقعا هم هر یک انسان یک جهان ناشناخته، یک کیهان بزرگی است که کشف نشده است و این انسان باید از راه ناشناخته، از راه ناشناختنی ها شناخته شود. نگارش شما اساساً رمز و تمثیل است. این از طرز معمولی ریالیسم سوسیالیستی با کلی فرق میکنه. چرا شما محض به این طرزی رمز و تمثیل رو آوردید بیشتر؟ چون که در اول گفتین تصورات پیشتری ما درباره ادبیات یک تصورات عامیانه و ساده لفظانه بود. مادام که انسان اینقدر مرکب است و ناشناختنی است و اینقدر پهلوها دارد، بعدها دارد، منو نمیشه که از یک روی ساده، طرز ساده، بینشی ساده و وسعتی اندیشی و وسعتی زندگی و پهنای زندگی و پهنای اندیشی او را فقط در چیزهای افاده کردن ممکن است که گنجایشی بزرگ دارد. یعنی اصولهای تمثیلی، اصولهای استعاروی و تشبیهی، این اصول ها است و این اصول ها باید انعنی ادبیاتی کلاسیکی ما است، ادبیات تصوفی ما است که خوشبختانه این میراث را به ما داده است و ما از خود ما یک چیزی نوی کشف نکرده ایم. این همون انعنه ها را ما استفاده بردیم برای گشادن و نشان دادن همین انسان با تمام وسعتش. انعنه ها را ما ادامه میدیم. مولوی میگن که خوشتران باشد که راز دلبران گفته آید در حدیث دیگران. یعنی واقعیت با دیگر چی گفتن در عین خودش نیست. در هر یک ادیب البته به یک ادیب، به یک نویسنده بزرگ پیروی میکند یا جهت‌های پیشقدمی وی با مورد تقلید یا که پیروی قرار میدهد. شما به کدام نویسندگان بزرگ جهان بیشتر توجه دارید و چرا؟ و کدام جهت‌های آنها بیشتر با شما مقبول است؟ امروز هیچ کس در خفال خودش دعوا کرده نمیتوند گوید که من
از چیزی آگاه نبودم، برای اینکه ما اینقدر اینفرماسیونی که در یک روز میگیریم ما از همه چیزی که در دنیا رخ میدهد آگاهیم. یعنی برای این معنی اون دارد که ما از تمام مکتب‌های ادبی، علمی، فلسفی دنیا آگاهی باید داشته باشیم. این چیز ما رو حق نمیدهد گوییم که ما این چیز نمیدونستم، من اون چیز آگاه نبودم. از این رو برای اینکه یک اثر ادبی نوشته شود باید که مکتب‌های ادبی، مکتب‌های استتیک زیبایی شناسی، مکتب‌های فلسفی این یا اون شناخته باشند که ما بیرون از این مکتب‌ها، بیرون از این بینش‌ها و این مکتب‌ها اثر ایجاد کرده نمیتونیم. از این رو البته برای من نویسنده‌هایی هستن، شاعرایی هستن، فیلسوفایی هستن که آموزنده هستن. عرض کردیم در ادبیات اگزیستانسیالیستی فرانسه برای من خیلی مهم است آثار سارتر، ژان پل سارتر، کامیو. در ادبیات آلمان هرمن گیسه. در ادبیات فارسی زبان خودمان صادق هدایت. در ادبیات کلاسیکی روس داستایوفسکی. اینها یک مکتب‌های خیلی آموزندند برای من، برای مکتب جهانبینی، زیباشناسی، این چیزهاشون برای من خیلی مورد آموزش و تربیت. طرز تفکرشون یا طرز نگارششون کدامش با شما بیشتر توجه؟ این مکتب، همین مکتب اگزیستانسیالیستی که انسان را همیشه در تکامل، در تغییر در وی می‌بیند، یعنی همون استتیک این مکتب که انسان را در تکامل دیدن. من می‌خواستم شما درباره ساده بیانی و مرکب بیانی اندیشتان را بیان کنید. یعنی نویسنده ساده بیان میکند، مرکب بیان میکند. کدامش خوبتر است؟ میشود آیا اندیشه مرکب ساده بیان کرد یا برعکس ساده را با یک مرکب گفت؟ وقتی که شما در هر جملتون هدف میگذارید و به وی باری معنی بار میکنید، هرچند که ساده است برای مرد آگاه و خیلی مرکب است، برای مرد ناآگاه و خیلی ساده. چیزی که از وی بعد در نمییابد ساده است. اون چیزی که شما از وی چیزی گفتن میخواهید، اون باری معنی را جستن میخواهید، خیلی مرکب مینماید. فرض کردیم در همین رامانی دیوار خراسان من وقت را در 3 مرحله، یعنی گذشته، حاضر و آینده، در یک وقت تصویر میکنم. یعنی در فعالیت زمانها رو به هم میارم. یعنی که وی هم برای خواننده امروز هم قدیمی دور است، هم واقعیت زندگی خودش و هم آینده‌ای که هنوز نامده است. هم عصر ده است، هم برای هم عصر ده است، هم برای امروز است. یعنی از این جهت برای یک آدمی که از این چیزها، از این اصولها و آگاه نیست، یک اثری تاریخی است. برای آدمی که از واقعیت ادبیات، از مکتب‌های ادبی امروز آگاه است، و ادبیات امروز است و اثری امروز است. یعنی برای اینکه اثری اصیل خواننده فهمد، یعنی برای خواندن ادبیات هم باید خواننده تیار شود. تیار دانش باشه، دانش داشته باشه. فرض کردیم ما وقتی که دوملا حسین‌زاده درس میدادن، اولین درسی که دروندن به ما گفتن که شعر از کلمه شعور است، علم است و همون نمیشه گرفتن. ما خواننده خود ما را، ما عالم خود ما را با اون فکر عادت کنونیم که هر چیزی که فرض کردیم از ادبیات روس میگرفتن، همون میگفتن، برای اینها ساده مینمود و شعر ما بی پرده شد. این از اون چیز سر زد که فرض کردیم ما از ادبیات روس همون زمینه‌های فکری و obrazی اون ادبیات رو نمیدونستیم. برای ما هم یک چیز، یک لوح شیشه مینمود، در شیشه عکس خود ما رو میدیدیم، تمام. ولی که اگر ما همون شعر روس رو از نظر یک روس می آموختیم و تمام سرچشمه‌های فکری، obrazی، استتیکی اون ملت رو میشناختیم، شعر ما با این درجه ساده لوح نمینه. یعنی ساده لوح شدن ما از نادانی ما بود. ساده خوب است که ساده لوح. این ساده لوح ساده فرض کردیم مولانا ساده است. ظاهرا که برای بفهمیدن آهو ایه اون دی شیخ با چرا گرد شهر همی گشت که از دیو و دو ملول انسان موزن، یا
همینگویه میگوید که من آیسبرگم، یعنی فقط یک چوری که من در بیرون آب است، 8 قسمتی دیگه من در زیر آب است. یعنی ادبیات همون زیر آب است. بالاش یخی بزرگی است. همون یخی بزرگی است که همون از یک حصهش مینماد، فقط یک حصهش مینماد، دیگه همون باقی مانده 9 حصه دیگه در زیر آب است. ادبیات این چیز است. ساده گفتن، ساده جستن، من فکر میکنم که برای ادبیات امروز این جایز نیست. کتاب آخرین شما رمان دیوار خراسان بسیار رمان جالب و خواندنی است. در اونجا یا قهرمان اساسی اثر اسماعیل سامانی بعد اون که با لیث صفاری می‌جنگند و لیث صفاری شکست می‌خورد و اسماعیل اسیر می‌افتد، لیث صفاری، و اسماعیل به همون لیث صفاری بسیار مناسبتی دوستانه و نیکبینانه دارد. همین اساس تاریخی دارد یا که حاصل تخیلات خود شماست؟ این زمینی فقط تاریخی داره. من در همین دیالوگ هایی که ساختم و کردم، من فقط دیالوگ ها رو ساختم، دیالوگ ها مالی من هستم، ولیکن واقعیت داخلی اون دیالوگ ها، اون محاوره ها و این چیزا 100% فکت های تاریخ هست. لیث واقعاً امر لیث و یعقوب لیث در تاریخ ما واقعاً شخصیت های خیلی بزرگ و احترام انگیز. این چیز رو اسماعیل نمیتونست این کار کنه. خدمتی که اینها برای خلافت اسلام کردن هیچ شاهی نکرد و دیگر اینها که مرتبه مذهبی هم داشتن. فرض کردیم نام یعقوب لیث، امر لیث در مکه در خطبه ها خوانده میشد. بیرق اینها در مکه زده بود. از این صفاری ها هم امر و هم برادرش یعقوب، دیگه کسی دیگر در دوره نبیره های این در زمان حج بیرق‌هاشون افراشته میشد، خطبه به نام اینها خوانده میشد و هم هر دو این برادرها در مرکز خلافت میری شهر بودن، یعنی که اون شهرداری بغداد در گردن اینها بود، امن و گویش. و اینها خیلی مردمی معرفت پرور و سخی و دورا و بخشنده بودن. و مکتب‌های ادبی اولین بار در دربار اینها جمع شده بودن. اولین بار شاعرها به زبان فارسی در دربار اینها شعر می‌گفتن. پیش از سامانی. یعنی زمینه‌گذاری همین ادبیاتی ما از زبان ادبیات آغاز همین شعر فارسی نو در کمالیات در دوره نبیره‌های اسماعیل. اثرهای شما بیشتر میل به سوی تاریخ دارند و توجه شما به فرهنگ اوستایی زیاد است. این را چطور فهمیدن ممکن؟ چون اعتقاد به مذهب یا چون افتخار از تاریخ گذشته؟ این چیز ارجاع من به شناخت و فهمیدن اون چیزی که ما در زمان سامانی ها و صفاری ها به وجود آوردیم، یعنی فرهنگ اسلامی ایرانی در زمینی، اون فرهنگ توحیدی فرض کردیم زرتشتی به وجود آمده است. ما تا ندانستنی اون فرهنگ، اون منبع، اون سرچشمه اساسی که در زمان اسلامی آهنگ اسلامی گرفته است، ما اگر به ندانیم، ما نه از مولوی آگاه میشیم، نه از فردوسی فرض کردیم، نه از بیدی. و یک دوره هم بود که من کوشش کرده بودم که یک لغتی تلمیحاتی زبان ادبیات فارسی رو ترتیب دیم، ولی از بس که از اینجا کوچیدیم با اونجا کوچیدیم که همین موادهای من گمشته از بهرش برآمدم. این چیز برای بیشتر دانستن برای اینکه مذهب امام اعظم، مذهب ابو حنیفه تکیه میکند به فرهنگ صرف ایرانی. اگر همین چیز نمی بود در خراسان 200 سال جنگ نمیشد. ما به زوری اسلام را قبول کردیم. وقتی که امام حنیفه در زمینی فرهنگ و سنت های قدیمی خود ما مذهب اسلام را به ما پیشنهاد کرد، ما قبول کردیم. یعنی ندانستنی وی ندانستنی اسلام. از این جهت من مراجعه میکنم به قدیم، به زرتشت. و واقعا هم باعث افتخار است، هم باعث دانستنی.
کدام образهای آفریده خودتون بیش به خودتون پسندیدترین از همه بیش مقبول است؟ ادبیات آنچه که شما میدونید یک کار فردی است. ادیب نمیتواند از نیازها و از خواستها و اندیشه‌های خودش بیرون برود. اونها تیپ نیست. در ادبیات اصلا که این وید ریالیزم سوسیالیستی است، تیپ میکند، تیپ میسازد. ادبیات تیپ نیست. من گمان میکنم که اون چیزایی که من میآفرم، برای من بعضی محققا کشف کردن که قهرمان‌های من نام ندارن. بعد از نام یک کس نقل میشد زندگی اونها و اندیشی اونها. این چیز چی میگویم تصادفی نیست. اونها همش بد است، منم نیک است، منم اونها همش اندیشه خودی من. در پس آینه توتی صفت هم داشتن، هرچی نقاش ازل گفت میگویم. اندرون ما هزاران گرگ و خوک، صالح و ناصالح و خوب و خشوک، همون من، همون معلف است. از روی اون مکتبی که من فرض کردیم وی خودم عقیده خودم و تصویر خودم و ادبیات خودم را به وجود میبیارم، این چیز را تقاضا که من خودم باشم، نه شخصی دیگه. البته سخن گفتن، کلمه به کلمه زم کردن بسیار یک زحمتی طاقت شکن است. حضرت بیدل با همه قدر بزرگی و توانایی میگویند با هر سخن لختی دل میرود از من، جان میکنم و تیشه فرهاد من این است. سخنور در تاجیکستان این روز چی حال دارد؟ شرایط ایجاد زندگی نویسندگان تاجیک از جمله خودتان را چقدر ارزیابی میکنید؟ در زندگی، در روانکاوی مردم ما یک فاتحه هست که صبح هم هر بار که سر در سالخون میشینیم باید تکرار میکنیم: تنی صحت خاطری جمع دل بیغم. اگر این چیز در جامعه نباشد هیچ چیز وجود ندارد. ما حتی عادی‌ترین کار خود ما رو انجام داده نمیتونیم. ما فرض کردیم حاضر 5 رامون ناتمام دارم دیگه. از ما شما رو که ماه اوگوست زاد روز دارید جشن 50 سالگی از نام تماشابینان تبریک میکنیم. از شما برای ایجادی موفقیت ها طلب میکنیم. میخوایم اون رمان های ناتمام تمام شوند و به دست ما برسند.